زیباند مایک، چطورید بچه ها؟ امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. مرسی که از ویدیو قبلی نهایت حمایت رو کردید. اصلا تعداد ویو فراتر از چیزی بود که من تصور میکردم. کارتون خیلی عالیه، خیلی انرژی میدید. امیدوارم که بتونم این انرژی قشنگی که برای من میذارید و توی ویدیوهای جلوتر و حتی همین ویدیو جبران کنم. مرسی که من سابسکرایب کردید، لایک کردید، کامنت گذاشتید. همه کامنتاتون خوندم و اینکه کسایی که توی این مدت منو حمایت میکنن و هیچ وقت فراموش نمیکنم. مرسی ازتون. بریم که یه بازی جدید رو جلو ببریم، بازی دکلاین. خب این که منوی بازیه، چه باحاله. از تماتیک منوش خیلی خوشم آمد، چون این بازی کارت گیمه و اینکه این مدل این دستگاه رادیویی اون زمان جنگو داره. حالا اسمش رو نمیدونم چیه ولی چیز باحالیه. بریم شروع کنیم. Let's go. تا یادم نرفته این رو هم اضافه کنم که این ویدیو حاوی نورهای زننده و صداهای بلنده، پس موقع دیدن این ویدیو احتیاط کنید. میگه که ایسبازرسیمو کاملا نابود شده. چیکار باید بکنیم؟ بشینیم و تماشا کنیم؟ تمام مهماتمون تموم شده. ستونمون کجاست؟ حتی شهرک نشینا هم دارن بهمون شلیک میکنن. همینه. ما توی محاصره هستیم. کمک کجاست؟ نیروی پشتیبانیمون کجاست؟ تا 10-15 دقیقه دیگه همه جا تاریک میشه. حالا شب میشه. برادر ما همین الان همه رو همه رو فرستادیم. هیچ ارتباطی با ستون نداریم. از کنترل پنجم رد شدم. یه همچین چیزی داره میگه. بعد میگه کارمون تمومه. درباره هلیکوپترها چطور؟ اونا تو راهن. بگو بیام پایین‌تر، بگو بیام ما رو نجات بدن. یه چیزی که داری به ما میگی اونا خیلی خوب میفهمنش. میفهمی؟ خیلی خوب میشنون. میگه ستاره چقدر سوتی دارم میدم ولی خب به خاطرش قطع نمیکنم. وسط جنگیم دیگه، سوتی دادم وسط جنگ طبیعیه. میگه که میگه صدای انفجار و خونپاره رو میشنوی یه همچین چیزی. بعد میگه نه، کمکمون کنید که زخمی ها رو از اینجا ببرین. میگه که اونا رو از اینجا خارج شویم تا 15 دقیقه دیگه. میگه هممون رو باید از اینجا خارج کنید. هممونو. از همه طرف دارن بهمون حمله میکنن. از همه طرف. هیچ چیزی دیگه مهمی نیست که ما نیاز داشته باشیم. فقط میخوایم از اینجا خارج بشیم. بعد میگه که نیروی کمکتون داره میرسه، نیروی پشتیبانیتون. با چیزی که من حساب کردم به زودی میرسن. میگه دروغ گفتن رو بس کن. تو چه جور آدمی هستی که حتی نمیتونی آدم خودتون نجات بدی؟ میگه این بازی وسط جنگ کارت بازی
استیم دیده بودم خیلی چیز بالی بود. یه بازی مولتی اندینگه. حالا بذار ببینیم چجوریه. بذار میگه فرستم اولین بارته. میگه برای تموم شدن نوبتت از چاقوی روی میز استفاده کن. آها میگه برای حالا کمتر کردن این نویز انفجارا و اینجور چیزا از قرصای روی میز استفاده کن. قرص اینا کجاست؟ بعد میگه که electricity is out. وقتی که برق رفت چراغ نفتی روی میز رو روشن کن. اینو میگه. چرا نمیچرخه بازی؟ برای لغو کردن کارت یا یه همچین چیزی داره میگه. از اسپیس استفاده کن. آها میگه برای این ور اون ور نگاه کردن کلیک راست کن. برای زوم کردن تیو فشار بده. خب میگه اگر آموزش ها رو متوجه نشدی برو تو راهنمای خود استیم. ولی زیاد تایم نداریم پس بیا شروع کنیم. آها قرصه اینجاست. میگه هر بازیکن 6 تا کارت از یه دسته 36 کارتی داره. بعد میگه که آها میگه که یکی از کارت ها حالا اون خالایی که هستش به عنوان ترامپ یا هم کارت قوی تر یه جوری انتخاب میشد توی زیر دسته کارت ها قرار میگیره. اینو میگه فکر کنم. آره دیگه خودشه. خب بعد میگه بازیکنی که اتک میده حالا شروع میکنه با تو نوبت خودش با کارتاش حمله میکنه. بعد میگه که اولین پلیری که اتک بده اولین بازیکنی که شروع میکنه دستو خیلی رندوم انتخاب میشه. یه کسی که حالا شروع میکنه و اتک میده با کارت حالا میتونه با یه کارت شروع کنه یا چند تا کارت با رتبه‌های برابر. یه کسی که دفاع کننده است یعنی حالا اون نفر بعدی یا اون نفر متقابل باید یه کارت بزرگتر یه کارت حالا مرتبه بزرگتر رو یا بازی کنه یا از کارتی که حالا ترامپ هستش این زیر از اون استفاده کنه. خب این کارت های قوی تر یا همون کارت های ترامپ فقط با کارت مرتبه بالاتر خود همون کارت قوی تر شکسته میشن. یعنی فکر کنم اینجا مثلا 7 اینه این خاله، شما با 8 این خال میتونی که قوی تر بذاری و ببری. بازیش راحته. خب بذار ببینیم ما الان 6
دلو داریم، پس یه دونه سرباز میتونیم بازی کنیم. میگه که اگر مدافع همه کارتای اتکر رو به تو دفاع کنه، سویچ میشه دوباره، اون کسی که مدافع بوده میتونه به عنوان اتکر بازی کنه. بعد میگه که اگر اونی که داره دفاع میکنه نتونه کارتا رو شکست بده، باید همه کارتا رو بگیره تو دستش دیگه. خب میگه که وقتی که حالا اون دسته تموم میشه، پلیرها دستشون باید به 6 تا کارت برسه. حالا توی این یکی که اینجا هستش کارت برمیدارن دستشون رو به 6 تا میرسونن، یا اگر کارتای تو دستشون از 6 تا بیشتر باشه دیگه لازم نیست، خود 6 یا 6 تا بیشتر باشه فکر کنم دیگه لازم نیست کارت برداره. میگه گیم انقدر ادامه داره که یه بازیکن همه کارتاشو تموم کنه. اولین بازیکنی که از شر همه کارتاش خلاص بشه اون برنده بازیه. گرفتم چی میگه؟ خب الان من اتکرم. خب من با این شروع میکنم. کارت هم رتبه ندارم یا دارم؟ نمیتونم برگردونم؟ نه. خب نوبت رو تموم کنیم. خب دوتا میتونیم هر چقدر هم خواستیم کارت هم رتبه بازی کنیم دیگه. الان چرا من نمیتونم بازی کنم؟ اوه نمیشه قرصا رو خورد. من الان ندارم که بخوام بازی کنم، یعنی اینقدر ادامه پیدا میکنه که خب نمیتونم. آها خب یه چیزایی دست آمد بازی چجوریه. الان اینو گذاشت، ما هم اینو میذاریم. خب 7 گذاشت برای هفته. این من اینو میذارم برای اون هفتهش هم که چیزی ندارم، پس با یه دونه این حیف نیست، ولی خب چاره هم نیست دیگه. کارتای دستم زود تمام میشه عوضش. نشد که دیگه نمیتونم قرص بخورم. وای چرا دیگه نمیتونم قرص بخورم؟
خب درسته دیگه، چرا نمیشه؟ من هیچی ندارم که بتونم و اینو داشتم. خب وای حالش خیلی بد شد، نباید اون قرص رو انقدر زود میخوردم. نه هفته الان تو مود اینم که وسط جنگ یه دست دیگه هم بازی کنیم ببینیم چی میشه. شیشه این چنده؟ 8؟ نه حیفه. چنده؟ 9 یا 6؟ نه 9. برقو الان باید بزنم. چه کارتایی هم گذاشت. جفتشم با اینو بزنیم. خب من الان چیزی ندارم که بازی کنم. نمیشه برد این دستو. چی شد؟ باختی؟ اومدن تو هممونو کشتن. یه دست دیگه بازی کنم. تازه الان گرفتم چی به چیه. اوه یه چیزایی دست آمد. بازی چجوریه؟ رد نمیشه. بزن برو دیگه. او فیلم کن.
اوه وایستا بابا وایستا شروع شه. با چی شروع کنیم؟ نمیشه عوضش کرد. میذاره 10. هفته. ای بابا درسته دیگه، یاد من یه دونه داره، حتما من باید یه دونه بذارم. خدا نگهدار بچه. نه ولی بازی باحالی بود، من بازیش خوشم اومد، ولی خب تو این دوتا دستی هم که بازی کردیم بد اقبال بودیم یه جورایی. در هر صورت مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید یه پارت دیگه هم برم ببینیم که وقتی برنده میشیم اندینگ بازی چجوریه، حتما تو کامنت ها برام بنویسید. مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید، خیلی ازت ممنونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.